آدما مثل اعداد میمونن. مثلا بعضی شبیه 2 هستن که به آدم اطمینان میدن، بعضی شبیه 9 که پشیمونت میکنن، یا بعضی شبیه 24 که بی دلیل حس خوبی بهت میدن، بعضی هم شبیه 11 که همیشه تو سردرگمی نگهت میدن، نمیدونی خوبه یا بد. بعضی شبیه 20 هستن که انقدر زیادن بیخیالشون بشی. بعضی هم شبیه 4 که انگار امنیت دارن، و بعضی هم که 17 همیشه بی تفاوت، اما یه نفر شبیه 1 میشه، هم هست هم نیست. حست به اون، عشق به اون، و همیشه ترس از دست دادنشه.